امروز میخوام آموزش این نون سالم رژیمی رو با هم ببینیم. برای درست کردنش تمام مواد خشک داخل کپشنی که براتون نوشتم همه رو با هم ترکیب میکنید، به این صورت کامل هم میزنید و در نهایت 280 گرم آب رو کم کم بهش اضافه میکنید. یک قاشق غذاخوری پر روغن میخواد که من از روغن کنجد استفاده کردم. بعد از اون به مدت 10 دقیقه این خمیر باید ورز داده بشه. این خمیر حدوداً 5 دقیقه به 6 دقیقه ورز داده شده. الان میره برای استراحت اولیه. روشو میپوشونیم، میذاریم یه جایی کم گرم. 1 ساعت باید استراحت کنه. این خمیر 1 ساعت مونده به عمل اومده. حالا میریم برای پهن کردنش. به هر صورتی که دوست دارید اینو مدلدار میکنید، شکل میدید، آب اسپری میکنین روش، کنجد میپاشین، میذارید یه نیم ساعت دیگه بمونه. اینم از نتیجه کار.